آموزش زبان عراقی قسمت نهم بخش 1 بیماری های عراقی. توقشه بیماری سر را گویند. تروه بیماری اسهال. تومرگه تب شدیدی که منجر به مرگ می شود. تولازم تب سل را گویند. یرقون همان بیماری زردی است. آتیشک بیماری شانکروید است. توراجه بیماری تیفوس را گویند. پیسی نوعی بیماری پوستی است. چالمه حالت تهوع را گویند. اشکم قارته قار و قور شکم توأم با اسهال است. دلقلنجه دلپیچه. سینه پهلو چرکین شدن ریه را گویند. سند سلام بیماری گلمژه. بخش 2 غذاهای عراقی. قیماق سرشیر خشک شده. جغول بغول نوعی غذا که با دل و جگر درست می شود. شفته نوعی کتلت است که با هویج درست می شود. کفته خوراکی متشکل از برنج و گوشت. تتالی نوعی کباب است. یتیمچه غذایی است که با بادمجان درست می شود. ترماقو نوعی غذا با تخم مرغ. سرگنجشکی غذایی که با گوشت‌های ریز به صورت گلوله درآمده درست می شود. آشنیشکوه آش عدسی را گویند. دوگوله آبگوشت. دوگوله دودار آبگوشت کشک را گویند. اشکنه غذایی متشکل از دوغ و تخم مرغ. نان پتی نان خالی. کاله جوش خوراکی که با کشک و پیاز درست می شود. دوگرمه همان کالاجوش است. فتیر مشهورترین سوغات عراق. گرده نوعی نان بربری است. پایان قسمت 9.